دعوا و درگیری دو خانواده به خاطر رابطه نامشروع پسرخاله و دخترخاله که حاصل این رابطه نامشروع میشه یه بچه. سلام دوستان، به چنل یوتیوب جنایی خیلی خوش اومدید. آذر ماه 401 بود که با پلیس تماس میگیرن و میگن توی یکی از محله های کرج 2 خانواده به جون همدیگه افتادن. بلا فاصله مامورا به محل درگیری میرن. وقتی میرسن میبینن کلی آدم اونجا جمع شده و مشغول جدا کردن این 2 خانواده از همدیگه هستن. زمانی که مامورا سر میرسن یه مرد مسن مشغول ضرب و شتم یکی از پسرای خانواده مقابل بوده، ولی مشخص نبوده که دعوا سر چیه. پلیس اونا رو از همدیگه جدا میکنه و مرد سریع دستگیر میکنه، ولی مرد به پلیسا میگه شاکی منم، این پسره زندگی منو نابودش کرده. مامورا این مرد رو بازداشتش میکنن و به کلانتری میبرنش. پسری هم که در حال کتک خوردن بوده میبرنش بیمارستان، چون زیر چشمشو یه چند تا شکاف دیگه روی صورتش ایجاد شده بوده که باعث خونریزی شده. این مرد رو که به اداره پلیس بردن اونجا لب وا میکنه و پرده از یه ماجرای شرم‌آور برمی‌داره. اون میگه ما اهل همدان هستیم. من یه دختر 20 ساله دارم که دانشگاه قبول شده. به خاطر همین ما به کرج اومدیم. دختر من دختر خیلی باهوشی هستش. ما هم به خاطر همین همه جوره حمایتش کردیم تا بتونه واسه خودش پیشرفت کنه. ما این دختر رو توی پر خوب بزرگش کردیم. دختر من دانشگاه کرج قبول شده. اون یه خاله کرج داره. ما هم تصمیم گرفتیم تا پیدا کردن خوابگاه بره خونه خالش بمونه، ولی ای کاش ما این کارو نمی کردیم. اوایل همه چی خوب بود، ولی بعدش فهمیدیم که پسر خالش بهش تجاوز کرده و به دختر ما دست درازی کرده. من میخواستم اونو بکشم، ولی الان میخوام از طریق قانون اونو به مجازاتش برسونم. مامورا حامد 25 ساله رو بعد بیمارستان و پانسمان و این داستانا به کلانتری منتقل میکنن و بازداشتش میکنن. الهه 20 ساله هم همراه مادرش به اداره آگاهی واسه تکمیل کردن پرونده حضور پیدا میکنه. الهه میگه من همراه مادرم مدتی خونه خالم رفته بودیم و اونجا ساکن شده بودیم. بعد از اینکه مادرم از رفت و آمدهای من خیالش راحت شده بود، به همدان که شهر خودمون بود برگشت. منم هفته 3 روز به دانشگاه میرفتم و سعی میکردم یه کار پیدا کنم تا کمک خرج دانشگاهم و روزمرگیام بشه. خالم یه دختر 6 ساله و یه پسر 25 ساله مجرد به نام حامد داشت. خالم اینا یه اتاق به من داده بودن. من بعد از اینکه از دانشگاه به خونه برمیگشتم متوجه میشدم توی اتاق تغییراتی ایجاد شده و لباسای زیر من یا دست خوردن یا ناپدید شده بودن. من معمولا لباسای زیرم و یه گوشه کنار شوفاژ میذاشتم تا خشک بشن، اما بعد از چند بار رفت و آمد متوجه میشدم که لباسای زیرم یکی یکی دارن گم میشن، ولی من این موضوع جای بازگو نمیکردم. بعد از گذشت زمان متوجه شدم که نگاه‌های حامد به من تغییر پیدا کرده. منظورم اینه من از اون نگاه‌ها متوجه شدم حامد یه حسایی به من پیدا کرده. تا فرصت گیرش می اومد خودشو به من میچسبون و سعی میکرد با من یه برخورد پیدا کنه تا بتونه بدن منو لمسش کنه. این موضوع خیلی منو آزار میداد، ولی من نمیتونستم به خالم بگم. گذشت تا یه روز که من داشتم از دانشگاه به خونه برمیگشتم، تو خیابون خالم رو دیدم که گفت داره به خونه یکی از دوستاش میره چون دوستش یه مراسم داره و منم توی خونه با حامد تنها بودم. حامد توی اتاق خودش مشغول بازی بود، منم توی اتاقم مشغول درسام بودم. بعد تصمیم گرفتم برم یه دوش بگیرم. توی همون مشغول دوش گرفتن بودم که یهو در همون باز شد و حامد در حالی که لخ بود و آلتشو به دست داشت به سمت من اومد. به شدت ترسیدم. بهش گفتم حامد داری چه غلطی میکنی؟ من دارم دوش میگیرم. چرا وارد همون شدی؟ ولی حامد اصلاً به من توجهی نکرد. منم سریع از همون فرار کردم و به سمت اتاقم رفتم. ولی با وجود مقاومت‌های من، حامد روی تخت خواب منو انداخته بود و به زور بهم تجاوز کرد. من اون روز تا خود شب گریه کردم. حالم به شدت بد شد. وقتی خالم به خونه برگشت متوجه شد که حالم خوب نیست، اما موضوع نفهمید و منم چیزی بهش نگفتم.
من دیگه میترسیدم با حامد تنها توی اون خونه باشم، ولی اون به هر بهونه‌ای که میشد مادرش رو از خونه بیرون میکرد تا بتونه به من نزدیک بشه و کارشو بکنه. حامد چند بار دیگه هم به من تعرض کرد. این موضوع برای من خیلی زجرآور بود، ولی نمیتونستم به کسی بگم و روم نمیشد. شده بودم بازیچه پسر خالم. هر موقع تنها توی خونه منو گیر می‌آورد، سر وقت من میومد و بارها و بارها بهم تعرض میکرد. پدر مادرم منو با کلی امید و آرزو فرستاده بودن دانشگاه تا درس بخونم و بتونم واسه خودم کسی بشم. اگه من این موضوع رو بهشون میگفتم 100% از چشم من میدیدن و ازم ناامید میشدن. واسه همین من نمیتونستم به هیچ کس در مورد این قضیه چیزی بگم. حامدم این موضوع خیلی خیلی خوب میدونست. به خاطر همین از نقطه ضعف من استفاده میکرد و بارها و بارها این عملش رو روی من تکرار میکرد. حامد اینقدر وقیح شده بود که بارها نصف شب به سراغ من میومد و با وجود این که پدر مادرش توی خونه بودن به من تجاوز میکرد. تقریبا 1.5 ماه از این قضیه گذشته بود. من به شدت عصبی شده بودم و افسردگی خیلی بدی گرفته بودم، جوری که اصلا به خودم نمیتونستم برسم. تا اینکه یه اتفاق خیلی بد افتاد و باعث شد این تجاوزا تموم بشه. اما متاسفانه یه اتفاق خیلی بزرگتر واسه من افتاد. اتفاقی که زندگی منو واسه یه همیشه تغییرش داد. بعد یه مدت حال من خیلی خیلی بد شد، جوری که حالت هوا میگرفتم و هیچ بویی رو نمیتونستم تحمل کنم. قسمت‌هایی از بدنم درد میگرفت و پریودی من نامنظم شده بود. تو روزایی که قرار بود من پریود بشم نمی شدم و این منو به شدت می ترسون. چند روزی رو من صبر کردم، اما تقریبا نزدیک 2 ماه از آخرین قاعدگی من گذشته بود و نشونه های از تغییر رو من توی خودم حس می کردم. موضوع با یکی از نزدیکترین دوستای دانشگاهم در میون گذاشتم، اما اون به شوخی گرفت و به تمسخر بهم گفت حتما حامله‌ای. ازم پرسید با کسی رابطه جنسی داشتی؟ منم گفتم نه، با هیچ کس. اما دوستم بهم گفت این علائم حاملگیه. انگار آب سرد روی من ریخته بودن. من خیلی ترسیدم. اون روز تا برگشتم خونه سریع رفتم یه تست حاملگی خونگی گرفتم. متاسفانه تستش مثبت شد. دنیا روی سرم خراب شد. واسه اینکه مطمئن بشم سریع رفتم آزمایشگاه و یه آزمایش دادم. جواب آزمایشم بعد یه هفته اومد و متاسفانه جواب آزمایشم مثبت بود. موضوع با حامد در میون گذاشتم و بهش گفتم باید خیلی سریع بیای به خواستگاریم و این بچه مال تو باید گردن بگیری. این کاری که تو کردی یه کار خیلی ناجوره و باعث آبروریزی 2 خانواده میشه. اما حامد گردن نمیگرفت و میگفت حتما جواب آزمایش ها اشتباه بوده. داشتم دیوونه میشدم. تصمیم گرفتم برگردم همدان خونه خودمون. یه روز که توی خونه با مادرم تنها شده بودم فشار زیادی بهم وارد شد و مجبور شدم تمام ماجرا رو از اول تا آخر به مادرم بگم. اما مادرم باورش نمیشد و منو کتکم زد. اینقدر کتکم زد که دیگه نایی واسم نمونده بود. مدام سرزنشم میکرد. هر چقدر من قسم میخوردم که من این کارو نکردم و حامد به زور بهم تجاوز کرده، ولی مادرم باورش نمیشد. حال مادرم هم خیلی خراب شد. مادرم مجبور شد بره جریانو کامل به بابام بگه. بابام خیلی عصبی شده بود. درجا همون موقع ما رو سوار ماشینمون کرد و آوردمون کرج خونه خالم تا موضوع از خالم و حامد بپرسه، ولی نتونست خودشو کنترل کنه و تا حامد رو دید بهش حمله کرد و این اتفاقایی که شما میدونین افتاد. اظهارات الهه ثبت شد، ولی حامد یکسره اصرار به این داشت که من این کارو نکردم و مدام انکار میکرد که من این کارو نکردم و الهه دروغ میگه. حتما با یکی دیگه رابطه داشته و میخواد گردن من بندازه. با این اوصاف به پزشکی قانونی میرن و جواب آزمایش هم بعد چند روز میاد. توی این آزمایش ها مشخص میشه که بچه متعلق به حامده و دیگه راهی واسه یه انکار نمیمونه. حامد مجبور میشه اعتراف کنه. اون میگه وقتی که الهه به خونه ما اومد من نمیتونستم ازش چشم بردارم. وقتی جلوم راه میرفت من نمیتونستم از بدن اون چشم بردارم. اوایل وقتی بیرون میرفت من لباسای زیرشو به اتاق خودم میبردم و با اونا خود ارضایی میکردم، اما با این کار حسم از بین نمیرفت. یه روز فکر کردم که اونم به من حس داره، واسه همین به زور باش رابطه برقرار کردم و کلی تهدیدش کردم که اگه به کسی چیزی بگه من آبروشو میبرم. چندین بار من این کارو باش انجام دادم.
اوایل من نمیدونستم، بلد نبودم و از کاندوم استفاده نمیکردم. بعد یه مدت فهمیدم که گند زدم و اونو باردارش کردم. به شدت ترسیده بودم و نمیدونستم باید چی کار بکنم. اصلا هم فکرشو نمیکردم کارمون به اینجا بکشه. الانم واقعا پشیمونم. کیفرخواست تجاوز به عنف واسه حامد صادر میشه و اونو به دادگاه ارسالش میکنن. دادگاه هم به جرم تجاوز به عنف واسه اون حکم اعدام صادر میکنه. اما بعدش اتفاق عجیبی میفته. الهه بچهش رو به دنیا میاره، اما به اصرار پدرش بچه رو به پرورشگاه تحویل میدن. ولی بعد یه مدت دلش طاقت نمیاره و تصمیم میگیره بچهش رو خودش بزرگ کنه. بعد گذشت حدود 1 سالی خانواده ها یکم نرتر میشن و پای صلح و سازش به وسط میاد و با تلاش های دایره صلح و سازش حکم اعدام شکسته میشه. خانواده حامد موفق میشن رضایت خانواده الهه رو بگیرن، اما میمونه جنبه عمومی این جرم حامد که به 5 سال حبس و پرداخت ارشالبکاره محکوم میشه. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با ما همراه بودین. خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین و با لایک و کامنتاتون به ما انرژی بدین.